وجود اسحاق که خانمزاده بود تا اینکه خداوند در سن 80 سالگی اسحاق بهش ارزانی میکنه، در حالی که ابراهیم علیه و نبینا السلام 100 سال داشت این وقت و چشم ساره روشن شد. با وجود اسحاق که خانمزاده بود، حضرت اسماعیل به کلی از خانمان و اموال پدر محروم شد، در حجاز موند و جانشین رسمی ابراهیم اسحاق شد. وقتی که به 40 یعقوب جانشین نبوت و روحانیت پدر شد و عیسی مردی پر یعقوب علیه و نبینا السلام این وعده عملی شد. یعقوب زنان متعدد گرفت و از هر زنی 2 پسر براش آمد که به زودی یک فامیل بزرگ شدند. در میان فرزندان یعقوب که بیت القصید اینجاست، یک پسر زیبا و شیرین و دارای روح بزرگ و مستعد نبوت به نام یوسف علیه و نبینا السلام وجود داشت که از همه برادرانی که از مادر با او جدا بودند از همشون کوچکتر بود. برادران بزرگش همه به دنبال کار و زندگی و شکار و گله‌داری و خرید فروش رفتند. یعقوب علیه و نبینا السلام در این وقت پیرمردی سال خورده شده بود، در خانه خودش نشسته و زمام امور رو به دست فرزندانش داده، فرزندان رشید خودش، و بزرگترین لذتش و خوشیش انس با این کودک زیبا و شیرینشه، به اضافه بر محبت پدری، بر اینکه نمایش روح بزرگ و نبوت را در این فرزند احساس میکرد و لذا بیشتر به اون علاقه پیدا کرد. و یوسف روز به روز به طور کامل دل و توجه پدر را بیشتر میرو بود، بیشتر از دیگران پدر را به خود اختصاص میداد، در حالی که 10 سال بیشتر نداشت. در جمال، در ادب، در روحانیت، در معنویت، در این 10 سالگی نمایش یک جوان لایق را داشت. یوسف علیه و نبینا السلام یک برادری از مادر خودش راهیل، اسم مادرش راهیله، یک برادر دیگه داره به نام بنیامین یا بنیامین و 10 برادر دیگه از زنان دیگه. یوسف علیه و نبینا السلام که یک کودک نورسه، همیشه در دامان پدری مانند یعقوب پیامبر جای داشت، در زیر سایه او تربیت می شد، با فطرت نبوت و تربیت پاک و عصمت و هوش سرشار بسیار آمادگی داشت که از مقام پدر سود ببره. افکار بلند پدر و محبت مفرطی که پدر به این طفل داشت در وجود مصفای این پسر منعکس شده بود و افکار بزرگی رو در مغز این کودک 10 ساله به وجود می آورد و در واقع او رو برای رتبه بلند نبوت و زمامداری ملتی مهیا می کرد. پرتو نور نبوت پدر همیشه شعور باطنی او رو تحریک و ترقی می داد و لذا شبی یک خواب دید
یک رویای ملکوتی دید. قرآن این رویای ملکوتی و سرگذشت یوسف علیه و نبینا الصلاة والسلام از این جلوه معنوی آغاز میکنه. یعنی هر عالمی از این هستی، هر نوعی، هر جنسی، اونها مثل بشر یک امتند. انسان چطور با بقیه بشر در زبان مشترکه و اگر زبانش هم ندونه با اشاره همدیگه رو یا از خلال مترجم یا با اشاره ما قصد همدیگه رو میفهمونن. لیکن انسان زبان جمادات رو نمیفهمه، زبان نباتات رو نمیفهمه، زبان حیوانها رو نمیفهمه، مگر اینکه خداوند بنده ای از بندگان این سرش رو داده باشه، این رازش رو داده باشه که حرف جمادات رو بفهمه یا جمادات حرفش رو بفهمن. چطور؟ بهترین مثال، مگر کوه ها که جامعتر و سختتر از کوه وجود داره، مگه کوه ها به صریح قرآن، کوه ها با حضرت داود علیه و نبینا السلام تسبیح نمی گفتن؟ و با این تسبیح گویی مثل انسانی که خدا را تسبیح میگه، کوه ها تسبیح میگویند، در صورتی که از انسان پایین ترن. جماعت از بلکه پایین ترین در منطقه بشری پایین ترین نوع کائناته. ما میدونیم که همه این کائنات تسبیح گوی، مؤمنان اینو میدونن، اگه لایکا نمیفهمن موضوع دیگریه، با خودشونه. این کائنات تسبیح گویه، لیکن من شما تسبیح، اما خداوند جل جلاله را برمیگزینه که منطق و سخن اونا رو بقیه کائنات رو به شما میآموزه. همچنان که خداوند سبحانه و تعالی راجع به حضرت سلیمان علیه و نبینا السلام میفرماید و وارث سلیمان و داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. سلیمان وارث داود شد، گفت که ای مردم، ما منطق و سخن پرندگان رو خداوند به ما یاد داده. یعنی چی؟ یعنی پرندگانی منطقی دارن، یعنی نطقی دارن. همه من شما ماه و خورشید رو دیدیم در وقت ظهورش، یعنی وقتی که ماه ظاهر میشه ماه رو میبینیم، وقتی که خورشید ظاهر میشه خورشید رو میبینیم. اما خواب یوسف عجیبه، میگه من هر دوتا رو با هم دیدم. کسی از من شما خورشید و ماه در یک وقت میبینه؟ به طور روشن یعنی. خب این یه مطلب دیگه، همه من شما ستاره ها رو در آسمان، هزاران ستاره، میلیون ها ستاره رو میبینیم که منتشرن. بگذاریم که هر کدوم از اینا کره خاکی من شما در مقابلش سر سوزنیه. خب چطور شد که یوسف در میان میلیون ها ستاره و سیاره و کهکشان فقط 11 ستاره رو میبینه؟ خب اینجا هم لابد که به قول مفسر شهیر مصر علامه شیخ متولی شعراوی
رحمت الله علیه و علماء المسلمین میگه لابد که اینها رو یه ویژگی داشتن که اونها رو از بقیه ستاره ها جدا کرده که تونسته اونها رو بشماره. هم شما وقتی در آسمان نگاه میکنی میلیون ها ستاره نمیبینی. یوسف میگه که توضیح میده که من خورشید و ماه و 11 ستاره رو دیدم، بعدم دیدم که اینا منو سجده میکنن. یعنی چی؟ یعنی اول اینها رو به همون صفاتی دیده که ما و خورشید و ستاره ها رو میبینیم بدون سجده، بعد به صفاتی دیده که اونها دارن به یوسف سجده میکنن و این سجده اشاره به خضوع به امر خداونده. وارد کردن به عنوان مثال صدوق که شیخ محدثینش محمد بن علی بن حسین نبوه قومی در رساله معروفش به نام اعتقادات میگه تقیه واجبه، دروغ واجبه. و کسی که تقیه رو ترک بکنه به منزله کسی است که نماز رو ترک بکنه. اونجا زنا رو واجب کردن، متعه رو واجب کردن. آیا هنوز وقت اون نرسیده که ملت ما بدون در چه چاهی فرو رفته که نتیجه شوم این جهالت یکیش همین رژیمه و میگه که تقیه واجبه تا زمانی که قائم ظهور نکرده خروج از تقیه خروج از دین خداست. قائمی هم وجود نداره. یعنی تا ابدالآباد مردم غرق در دروغ کردن و اسمش این دروغ مقدس و اسمش رو چه گذاشتن؟ تقیه. اونجا کسی زنا نمی کرد. شما رو به خدا این خاخامی که خدا لعنتش کنه اسلام رو به این چیزها مبتلا کرده، واقعا انتقام نگرفته؟ واقعا انتقام بنی قریظه و بنی خیبریه رو نگرفته؟ ما به جایی که بشینیم مردم رو دعوت به ارزش‌های عالی قرآنی بکنیم که با بیدینان و ملحدان و کمونیست ها و بقیه مزدوران ظاهر و مخفی دشمنان دین رو باشون در بیفتیم، 1000 ساله که ما با این چیزا مشغول کردن. نجات مردم واجبه. خشت اول آدم نظاره بره خشت بره بالای خونه کار عاقلانه نیست. پله پله آدم باید درست کنه. خروج از تغییر و این آقا شیخ محدثین ابن بواه قمی که آخوند وقتی اسمشو بگه یا اللهم صلی الله هم میگه، چون هرچه ارث برده و هرچه نون میخوره از راه این هاست، میگه که خروج از تقیه خروج از دین خداست و خروج از دین امامیه و کسی که از تقیه خارج بشه مخالفت با خدا و رسول و ائمه کرده. چیکار میکنیم؟ الان چطوری حلش میکنیم؟ از ابتدا کار رو درست کرده اومده مردم مقلد خودش کرده. مقلد هم که عقل نداره. مقلد مهارش دست آخونده، افسارش دست آخونده. تکون هم بخوره میکشش پیش خودش، یه خورده تکون بخوره وهابیش میکنه، حاضر با همه هم همکاری بکنه.
در طول تاریخ این چیکار میکنی؟ و به دروغ به حضرت صادق نسبت میدن که فرموده که این اکرمکم عند الله اتقاکم. آیه قرآن تحریف میکنه که پیش آیه قرآن میفرماد که مکرمترین شما نزد خداوند پروا پیشگی پیشترین شما متقیترین شماست. اینجا میگه نه تقیه کن، تقیه اینجا من اتقاکم من کسی که بیشتر تقیه بکنه، بیشتر دروغ بگه. و حتی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینو نسبت دادن، حتی به رسول خدا هم نسبت دروغ دادن. نه چیکار میکنی؟ مؤمنی که تقیه نکنه مثل جسدی است که سر نداره. عجب سریه، خدا این سر رو بکنه بهتره. مؤمنی که دروغ نگه این هاست که ملت رو از دین رمانده. آقایون این هاست که امثال و شجاعالدین خب در ابتدا که جرأت نزدیک شدنشون ندارن، 20 سال 30 سال بعد میرن جلو. دوستان خواهش میکنم والا زنگ نزن، صبر کنید. بعد یهویی میبینه ای بابا در چه منجلابی غرق بودن که نمیدونستن. یک عکس العمل شدید. یا اینها یا عکس العملایی که دیگه هرچی که اسم روایت عکس العملای کوچکتر از این که آقا هرچی روایته باید نپذیرفتش. این همش عکس العمله. من روش علمی نیست، روش اسلامی نیست. و به همه ائمه از امام اول دوم سوم بر حسب معتقدات خودشون نسبت میدن که امام اول میگه که تقیه از بهترین اعماله که مؤمن میتونه خودشو حفظ بکنه. بابا از اول بگو من ایمان تمام شده رفت، چرا اجبارش میکنی؟ و از امام سوم نکردن. اگر تقیه نمی بود از امام حسین ببین از امام حسین چه نقل میکنن که یک شخصیت امام حسین خراب کرده؟ یزید یا اینا؟ والا اینا به امام حسین 1000 بار بیشتر ظلم کردن تا یزید. اگر یزید نمی بود اینا یزیدی میتراشیدن. اگه یزید هم شکست میخورد در مقابل حسین با یزید هم این کارو میکردن. بلکه هدف نه حسین نه یزید نه علی نه معاویه، هدف چیز دیگه ایه. هدف اینه که تفرقه در میان امت اسلامی انداخت. باور نمیکنید ایناش عراق نگاه کنید. از امام حسین نقل میکنند که اگر تقیه نمی بود موالی ما، دوست ما از دشمن ما شناخته نمیشد. بلکه معیار شناخت دوست و دشمن دروغ و تقیه نه. از امام چهارم نقل میکنن که خداوند هر گناهی رو میبخشی جز تقیه. تقیه اگه کسی تقیه نکنه اینو دیگه نمیبخشی. اونجا گفتن که اگر کسی مطیع نکنه پیش خداوند دماغ بریده برخواست. مطیع نکنه روز قیامت دماغش بریده و برانگیخته میشه. الان اینجا تقیه نکنه اینو دیگه خدا نمیبخشه. شما رو به خدا کدوم ویرانگر دینی، کدوم ویرانگر اخلاق اینطوری تونسته دین رو خراب بکنه؟ اینا شیعه هن، تشیع اینه، اینا مسلمان هن.
اسلام اینه، قرآن اینه. برای یک نفر کینه‌توز ضد اسلام بعد خیلی راحت این چیزها رو پیدا میکنه میبنده به اسلام. اما من خطابم، سخنم اعوذ بالله از کلمه با مسلمان هاست، با شیعیان عزیزه، تا بدوند که اینها چه جنایتی نسبت به اونها انجام دادن. همون جنایتی که کشیش‌های مسیحی با مسیحیت انجام دادن، کشیش‌های یهودی با یهودیت انجام دادن. دوباره از امام پنجم نقل کردن که این هم از کافی البته که تقیه سپر مؤمنه، هیچ چیزی برای چشمان من دوام استقیه نیست. ولذا میگن که وقتی با مسلمان ها بقیه این با ظاهران باشون موافقت کنی، باطنان باشون مخالفت کنی. این دینه. ولذا آخوند رو میبینیش مثل یه روباه. آخوند مثل یک روباه، به هیچ چیزش نمیشه اعتماد کرد. آخوند مدعی ولایت، نه هر آخوندی، چون در جامعه ما متاسفانه آخوند یعنی عالم دین. به امام ششم همینجور ترتیب از امام اول شروع کردن، به امام ششم نسبت دادند که به خدا قسم که بر روی زمین چیزی بهتر از تقیه پیش من محبوب نیست. اینم از کافی. به امام هفتم نسبت دادن، حسین بن جعفر که یکی از مریدانش نوشت که وقتی چیزی به میرسه نگو که این باطله، ما چیزایی میگیم برخلاف اون چه شما میدونیم. شما نمیدونید ما چرا گفتیم، در چه موضوعی گفتیم. اون چی که ما میگیم شما قبول کنید. مضمون اصلی داستان یوسف توحیده، برای که این خلاصه پیام پیامبرانه و این همان چیزی است. توحید همان چیزی است که همان گوهر گرانبهایی است که خداوند 124,000 پیامبر فرستاده بر انسان ها از اول خلقت تا خاتم النبیین. و همه مذاهب اهل بدعت و ضلالت در اسلام و ادیان ضاله و منحرف در خارج از اسلام با منحرف کردن توحید، با تحریف توحید، با دادن صفات خداوند به بزرگانشون راه کج رفتند، راه شیطان رفتند. و مضمون توحیدی در این آیه خیلی واضحه در این سوره، والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خداوند بر امرش غلبه میکنه لیکن اکثر مردم نمیدونن. این کارها دست خداونده، دست مردم نیست، دست هیچ مخلوقی نیست، نه دست امامی، نه امامزادهی، نه بزرگی، نه کوچکی. در حدیثی هست که انت تريد و انا اريد فاذا سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد
اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد. ای بنده من، تو یه چیزی میخوای و من یه چیزی میخوام. اگر در اراده تابع اراده من باشید، اون چرا که میخواهید من کفایتت میکنم، و اما اگر تسلیم اراده من نشید، برید دنبال اراده خواست خودت، من تو رو به زحمت میندازم و سپس جز آنچه که من میخوام نمیشه. ولذا یک مؤمن باید ایمان راسخ داشته باشه که اگر اون چرا که خدا خواسته بخواهد، خواستش بر طبق خواست خداوند باشه که خواستش در شرع واضحه، در قرآن واضحه. اگر چنین باشد، هم در دنیا به سعادت میرسه و هم در آخرت. اما اگر دنبال خواست خدا نباشه، جز خواست خدا چیزی نمیشه. برادران یوسف چه خواستند؟ میلشون در چه بود؟ اینکه یوسف رو ترور کنند. همین روشی را که دولت رافضی ایران، بلکه همه دولت های شیعه در طول تاریخ روش همیشگیشون بوده، بلکه همه دولت های تروریست. برادران یوسف میخواستند او رو بکشند، میخواستند او رو در چاه بندازند، در یک گودال بندازنش، او رو از چشم پدرش دورش کنند، بر علیهش توطئه چیدن. این اراده اونها بود، با وجودی که برادرانش پیغمبرزاده اند، امامزاده هم نیستند. از پیغمبران بالاتر از امام های دروغین شیعه هستند. لیکن خداوند خواستش چیز دیگری بود. خواستش این بود که یه پیامبر بشه. چه شد در نهایت؟ خواستش این بود که این پادشاه مصر بشه. یک بار یوسف با تشریفاتش خارج شد، یک کلفتی او را دید. کلفتی یوسف را دید و از روزی که یوسف برده بود به فروشش رسوندن، او رو می شناخت. سخن مشهوری را گفت: سبحان الذي جعل العبید ملوکا بطاعته و جعل الملوک عبیدا بمعصیته. منزه است خدایی که بندگان را، برده ها را با طاعتشون به خداوند پادشاه میکنه و پادشاهان را با معصیت برده میکنه. ولذا یوسف همچنان در سوره 23 سوره یوسفه: انه ربی احسن مثوای، او پروردگار منه، سرانجام مرا نیکو قرار داد. چون این موضوعی که گرفت، خداوند او رو به اعلی علیین برد، او رو پیغمبر قرار داد، او رو پادشاه مصر قرار داد، او را در قله جامعه خودش قرار داد. خداوند چه خواست از براش؟ اونا چه خواستن؟ اونا خواستن بکشنش، او رو در یه چاه انداختند، خواستن تا اون موقع هر کسی رو پیدا میکردن خلاص مالکش میشد. میخواستن در طول زندگیش برده بشه. لیکن خداوند خواست که نه، پیغمبر بشه، عزیز مصر بشه، حاکم مصر بشه. با خدا باش، پادشاهی کن، بی خدا باش، هر چی خواهی کن. کن مع الله تر الله معك واترك الكل وحاذر طمعك وإذا أعطاك من يمنع ثم من يؤتيك
اذا ما منع ثم من یعطی اذا ما منعک. با خدا باش، خدا را خواهید دید. ترک طمع کن و دیگران رو ترک کن. وقتی خدا به نعمتی بده که میتونه منعت کنه؟ والله غالب علی امره ولكن اکثر الناس لا یعلمون. خداوند امور دستشه، ولایت مطلقه دست خداونده. روحانیت دجالی که اومده ولایت مطلقه برای افرادی که به زور سنبه، به زور ترور اومده امامشون کرده، که خودشون همشون اهل سنت بودن، اهل جماعت بودن، اهل توحید بودن، رافضین بودن، از عقاید رافضیان تبری می جوستن، رافضیان رو لعنت می کردن. امام جعفر صادق با رافضیان مناظره داره. والله غالب علی امره. و در همه کاراش حکمتی قرار داره، چه بدونیم چه ندونیم. ولكن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر مردم نمیدونن. چون ولایت دست خداونده، امر اوست که اجرا میشه، امر اوست که در جهان اجرا میشه، هر چه بخواد اون میشه. دعاهای حضرت رسول علیه السلام اینه که ماض فی حکمک و عدل فی قضاؤک. حکمت، دستورت بر من جاری است و قضا و قدرت بر من عدله. این سخن یک بنده، سخن صاحب ولایت مطلقه نیست. گاهی میبینید که مثلا یه برادر بزرگتره، پدر فوت میکنه، ثروت برادر کوچک رو غصب میکنه. پدر میراث بزرگی گذاشته، یه برادر بزرگتر، یه برادر کوچکتر. بزرگتر میاد همه مالو میبره، به اراده کی؟ به اراده خودش. لیکن خداوند که بسا اراده دیگری داشته باشه، این برادر کوچک رو بزرگ میکنه و موفقش میکنه. اون چی که برادر بزرگ به زور برده میاد ازش میخره، تا اینکه خود برادر بزرگ پیشش کار میکنه. ممکنه انسانی زنی رو ظالمانه طلاق بده، میخواد ویرانش کنه، بدبختش کنه، میخواد در اسفل السافلین قرارش بده. لیکن خداوند چیز دیگری میخواد. یه انسان دیگری میاد ازدواج میکنه باش، احترامش میکنه، اکرامش میکنه، و چه بسا اون اولی پیش این کار بکنه. کسی که اونو طلاق داده چیز دیگری خواسته اونو ویران کنه، خواسته بدبختش کنه. لیکن خداوند چی خواسته؟ خواسته با اونو اکرام کنه. انت تريد و انا اريد فاذا سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد. که نصرت خداوند هم حتمیه. کی فکر میکرد که طالبان در افغانستان بر امریکا و 42 کشور تا دندان مسلح، زورگو، چپاولگر، قاتل، خونریز غلبه بکنند، پیروز بشند؟ که کسی تصور میکرد؟ جز مؤمنان، بعضی از طلاب علم، از اهل علم، 20 سال پیش که این حادثه رخ داد، اون موقع قسم میخوردند که اینا پیروز میشن. قسم میخوردند. مقصودی که اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. بپرهیزید از فراست و تیزهوشی مؤمن که با نور خدا مینگره.
و در همین آیه، در همین سوره مبارکه اشاره به تاریخه که از تاریخ عبرت بگیرید. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة المکذبین و عاقبة الذین من قبلهم. آیا در زمین نمیگردند، نمیچرخند، گردش نمیکنند تا ببینند که سرانجام اونایی که قبل از اینا بودن چی بوده؟ یعنی از تاریخ های دیگران، از تاریخ گذشته عبرت بگیرید. و یک درس بسیار بزرگ در این سوره هست که هر ملتی که کافر باشه، مشرک باشه، بالاخره هلاک میشه. هر امتی، هر ملتی که مستقیم به امر خدا نشه، آیات خدا را تکذیب کنه، حتما خداوند هلاکش میکنه. دیر و زود دارد، اما ساخت و سوز ندارد. افامنوا ان تأتیهم غاشیة من عذاب الله او تأتیهم الساعة بغتة وهم لا یشعرون. آیا در امانند که عذابی از عذاب خداوند برشون نیاد یا ناگهانی قیامت نیاد و اونها احساس نمی کنند؟ بعد درس بزرگی است در این سوره برای دعوتگران راستین، نه دعوتگران بیزنسمن، نه دعوتگرانی که اثار از وسط میگیرند، نه دعوتگرانی که رضای مردم را به رضای خدا ترجیح میدن، نان به نرخ روز میخورند. دعوتگران صادق و راستگو، اونم در عمل راستی درو در عمل ظاهر میشه. در حرف که رادیو اسرائیل حرف خوب میزنه، مگه به حرفه؟ کورکرند، میبینند که رزق خداوند میده، میگه امام میده. میبینند که زندگی رو، هستی رو هم خدا بهشون داده، میگه نه امام داده، امامزاده داده، شیخ داده، پیر داده، قطب داده، قلندر داده، کوفت و زهرمار داده. خب خود پیر و پاتال و قلندر و غوث و قایش درست کردید و امامزاده رو میداد. اگر رزق روزی دست ائمه، چرا از دولت اموی پول قبول کردن؟ بعد پول قبول نمی کردن؟ مگه نیست که به شما رزق روزی میدن؟ و چرا خودشون از دیگران رزق میخوردن؟ عجب حرفیه. سال 1 میلیون درهم معاویه رضی الله عنه به حضرت حسنین رضی الله عنهما انعام میداد. خدا هر سهشون رو رحمت کنه. خب اگر رزق روزی دست خود حسن و حسینه، چرا از معاویه پول قبول کنن؟ اگه اینا با هم آدم از دشمن که پول قبول نمیکنه. لیکن آخوند کلاش دروغساز و امام تراشه، هر چه دلش میخواد درست میکنه تا مردم رو خرد کنه و سوار بشه. بلکه فکر رو تعطیل کرده، عقل مقلدش رو تعطیل کرده. ورزا قرآن این همه دعوت میکنه به تفکر، به تدبر، به عقل، به دانش، به فهم، به تأمل در آیات هستی، آیاتی که در این کائنات پراکنده کرده. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. به امام هشتم نسبت دادن که کسی که تقیه نکنه ایمان نداره و هر کسی از تقیه قبل از خروج قائم خارج بشه، یعنی تقیه نکنه، از ما نیست. اینه اعتقادشون، باورشون در مقدس نمودن دروغ، در غلو و در دروغ، در افراط و در دروغ. آیا اینها مخالف فطرت انسانی نیست؟
مخالف عقل آدمی نیست، بگذاریم از قرآن و سنت. بعد از اینها ممکنه کسی به سخنانشون اعتماد کنه اگر این حرفها به درستی شناخته شده بود. روشنفکران دینی به جای سخنان قلمبه سلمبه، به جای مشغول کردن با فلسفه این فیلسوف و آن فیلسوف، به جای اینها برای مردم این آرا و اندیشه ها را روشن میکردند، مردم در دام خمینی میافتادند، در دام آخوندان میافتادند. آیا سازمان‌هایی یا متفکرانی اسلامی مثل سروش، مثل شریعتی، مثل تا آخرش این ویرانگری ها را برای مردم توضیح میدادند و خود هم گرفتار نمی شدند و بهتر از برداشتن اسلحه نبود؟ این همه ببینید کشته شده، ولی تفسیر کدومی که بیشتره؟ آیا کار زیربنایی کارش موثره؟ و تقدیس دروغ، چرا این همه مقدس نمودن دروغ؟ اول بر این باوراتون که امامت خلفای ثلاثه باطله و هر کسی با اونا بیعت کرده که همه مسلمان ها یعنی اونا کافران. خب اینجا یه مشکل بود. تکفیر کردن مشکلی نیست، اونا ماشاءالله جمله هم تکفیر میکنن، براشون هیچ مهم نیست. دیدن علی با اونا بیعت کرده، پشت سرشون نماز خونده، باشون جهاد کرده، خودش رئیس پلیسشون بوده، وزیرشون بوده، همکارشون بوده. وقتی هم که اونها فوت کردن، با خلافت به او رسید، بر منهجشون رفته، هیچ چیز رو هم تغییر نداده. خب این که کل اعتقادات اینا رو پنبه میکنه، چیکار بکنن؟ بلکه از این تناقض خارج بشن، اینو درست کردن، گفتم تغییر کرده، کاری نداره. بعد یه باطل دیگری رو آوردن، ائمه رو خدایانی در لباس بشر قرار دادن تا خود جای اونا بشینه. اول اومدن اونا رو معصوم کردن، بعد اومدن براشون کتاب درست کردن، بعد اومدن براشون وحی میشه. خمینی هم که میدونید که میگه اصل ولایت اینه که بر حتی حضرت فاطمه کتاب نازل شده، جبرئیل برش نازل شده، بعضی چیزایی هم که گفته راجع به جمهوری اسلامی بوده، از این چرت پرتا. خب و ائمه فراموش نمیکنن، اشتباه نمیکنن. خب وقتی کسی سراغ ائمه میره، زندگیشون میبینه که همش واقعیت زندگیشون برخلاف این هاست و حتی بسیاری از روایت های خودشون هم برخلاف این چیزی که میگن. همش واقعیت زندگیشون برخلاف این هاست و حتی بسیاری از روایت های خودشون هم برخلاف این چیزی که میگن.
راهش چیه؟ این کارها که خب اصل اسمت از بین میبره، پس چیکار باید کنیم؟ راهش اینه که تغییر درست کنیم. کاری نداره که تغییر درست کنیم، بگیم تغییر کرده، هرچی موافقه تغییر کرده. من متوجهید که تغییر چقدر ویرانگریه. بعد وظیفه کذابان آسان بشه. اونایی که بر ائمه دیروز خدمتون خوندم که ائمه چقدر مینالیدند از کذابانی که بر گرد خودشون بودن. اون زمان تعدادشون زیاد نبود، ولی زمان غیر از این زمان. اون زمان کسی جرأت میکرد به یک امام بگه تو معصومی، مثلا به جعفر صادق بگه تو معصومی، اش بگه برای تو کتاب نازل میشه، که جرأت میکرد که چونی کفری رو در مقابل اون بگه. تو غیب میدونی؟ پیران نمیپرند، مریدان میپرانند. برای که حقیقت مذهب اهل بیتو از بین ببرند که همون اسلامه و اونا به نام خودشون، و اون چرا که از زبان اونها نقل میکنن برای پیروانشون. میدونید احزاب سیاسی مخصوصا زیرزمینی دیگه با جر و بحث درش نیست، کسی نمیتونه بحث بکنه. کدومی که از این حزبایی که الان مثلا حزبای سیاسی، خب از حزبای سیاسی که با رژیم جنگیده، مثلا یکی جنگ مسلحانه کرده، پیروانش میتونه با رهبرش با ارزش هایی که در میانشون هست بحث و بررسی بکنه. اینا عموما آمنا و سلمناه، بلکه جای بحث و بررسی زیر زمین مخفی کاری که حرفا نداره. که وقتی آدم زیر زمینیه در دانشگاه ها، در اماکن عمومی علمی میشه مطالب و بحث و بررسی کرد، اما در یک حزب زیر زمینی نمیشه، بلکه اساس برای چیز دیگه، بنا برای چیز دیگه. بلکه اینها کار دروغگویان رو راحت کنن، به مقلدان چنین بفهمانند که اون چرا که خودشون نقل میکنن رأی ائمه و اون چرا که در میان مردم مشهوره، مردم میدونن، در مقابل مردم انجام میدن، در مقابل مسلمان ها انجام میدن، اونا مذهبش نیست، میگن تغییر میکنید. یعنی با این حیله هم دو تا تیر میزنن، هم میتونن اقوال ائمه رد بکنن و هم ایجاد تفرقه بکنن و هم مذهب اونها را از بین ببرن، خودشون به نام ائمه. میدونید الان میبینید که نفاق چرا از کفر بدتره؟ مثلا امام جعفر صادق، امام محمد باقر یه سخنی رو در مقابل باقی مسلمان ها میگه، با اونا موافقه، خدا با جماعت یدالله مع الجماعه، و عادلان مسلمانی حرف رو نقل میکنن مثل بقیه مسلمان ها، اما اینا نمیگیرن. چرا؟ میگن که نه، تغییر کرده. اما وقتی کذابانی، راویان کذابی مثل جعفی و دیگه هشام و بقیه کذابان مشهور که نقل میکنن، میگن نه، حرف درست اینه، اون اولی که با بقیه مسلمان ها متفقه، اون دروغه. مثلا عرض میکنم امام زید که در ائمه بزرگوار اهل بیته و زیدیان اتفاقا تغییر ندارن، و شیعیان راستین امروز زیدیان، امامی اثناعشری اصلا شیعه نیستن امروز. اون چرا در میان امامی اثناعشری هست همش غلوبه، هیچ ربطی به تشیع نداره. هر کی میخواد شیعه بشه بره زیدی بشه، هر کی میخواد اسلامو بدونه مذهب ضروری نیست، کتاب خدا و سنت رسول، این بهتره.
آیا یک عنوان یک حزب سیاسی بخواد دنبال حزب سیاسی باشه؟ اگرچه زیدی‌ها بعدها خودشون متفرق شدند و حزب و گروه‌های متعدد شدند، پس این حرفا. و امام زید از حضرت علی روایت میکنه که حضرت علی پاشو در وضو میشست. شیخ طائفه این حدیث رو فقط به این حجت رو رد میکنه، سندش درسته، راویش هم امام زیده، فقط به این خاطر که با بقیه مسلمان ها متفقه میگن تقیه کرده. چون با بقیه مسلمان ها رأیش متفقه میگن تقیه کرده. زید کسی است که تقیه بکنه. اتفاقا اینو در کتاب استفسار هم هستش، نال توسی میگه که من از جد علی ابن ابی طالب دیدم که من شروع کردم به وضو گرفتن و پیامبر خدا صلی الله علیه و رسید و پاهامو شستم. علی گفت که علی گفت پیامبر به علی گفت که علی پاهاتو خلال کن، نماز کن اینجوری. اما چرا این حدیث نمیگیرن؟ چون فقط و فقط نه به خاطر راوی، نه به خاطر این، فقط به خاطر که با بقیه مسلمان هم متفقه. و اینا وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون ایجاد تفرقه و اختلاف و نفاق در میان امته. هر چی رو بخوان رد کنن تغییر، حجت آماده تغییر. چون این خبر موافق بقیه عموم مسلمان هاست، با اینکه قرآن دعوت به عدم تفرقه میکنه. ولذا آیت الله برقعی در کتاب زیبای خودش، کتاب 11 جلدیش که جمع کرده، همه احادیث که در پیش اهل سنت هست در پیش شیعه هست، همه اینها مشکل روایت نیست. اینا نمیگیرن به خاطر تقیه. یه روایت دیگه از امام جعفر صادق نقل میکنه در بالا شستن پاها، باز اینو رد میکنن به خاطر تقیه. یا در اذان همچنین، در میراث همچنین. میدونید که در امامی اثناعشریه زن زمین رو ارث نمیبره، خانه رو ارث نمیبره، متاسفانه. البته در پیش بقیه مسلمانان ها زن شخصیتش مستقله، همه چیز ارث میبره. اتفاقا در این مورد روایت هم دارن، ولی چون روایتشون هیچ اشکالی هم در روایتش ندارن، روایت هم شیعه، راویان هم شیعه، ولی چون موافق با بقیه مسلمینه، توصیه میگه نه ما اینو بر تقیه هم میکنیم. پس الان میدونید که چرا اینها این همه به تقیه چسبیدن. راجب نکاح، راجب متعه، در کتب خودشون از زید ابن علی از علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم متعه را روز خیبر هم متعه و هم گوشت گورخه رو حرام اعلام کرد. اما حر عاملی میگه که نه، ما میگیم که اینا بر تقیه، برای که اباحه متعه ضروریات مذهبه. پس نگاه کنید، هدف از تقیه آسان کردن راه کذابان و ویرانگران و احزاب سیاسی است و از بین بردن وحدت کلمه مسلمین و ایجاد تفرقه و اختلاف بین یاران پیامبر و اهل بیت پیامبر، با ایجاد وارد دست شدن شیطان. همین کاریست که الان ما میبینیم.
اول فروردین عید رو به هم تبریک میگم. به من وقتی تبریک میگم به هر نحوی از جواب متقابل تفره میرم، نهایتا مجبور میشم بگم قربان شما. درسته؟ آره، ولی خیلی در این مورد سخت نگیر. یعنی شما به جای تبریک گفتن یه چیز دیگه بگو خداوند این سال رو برای سال توحید بگردانه، سال مبارک بگردانه و از این حرفا، طوری که تایید مجوسیان نشه. اینها من دوربر شیعه چنان سوء زن، چنان سوء فهم، چنان در حاله ای از خرافات و خرابات گذاشتن که اونها را از بقیه مسلمان جدا بکنن. بله، ما فرقه های متعدد مسلمین میبینیم، حنفی هست، شافعی هست، مالکی هست، سنی، نمیدونم معتزلی و اباضی، هیچ کدوم این حساسیت ها نیستش. اما بین شیعه و سنی یا بین شیعه و بقیه فرقه ها اینطوری نیست، برای که هر کی اینا رو نگاه میکنه میگه اینا دروغ میگن، تقیه میکنه، هر کی حرف اگه بشناسه نشناسه که هیچ. و هدف اونها یکیش هم این بوده. پس شما با چیز نکنید. دوستان محترم، وقتی در کشور، در دنیا در همه جا وقتی میبینید باشم با بعضیا ممکنه بد برخورد بشه، برای که چنین برخوردی داره، چنین برداشتی داره. هر چی شما حرف بزنی میگه تغییر میکنی. یعنی شما رو از رو آخوندت میشناسه، اون چی میدونه شما کی هستی. شما رو از رو کتابات میشناسه. مشکل اینجاه. ولذا ضربه ای که آخوندها بر تشیع زدند و بر شیعه ها زدند، از هر ضربه هم کاری تره اینه که دیگران تصدیقشون نکنن. به زبان ابو عبدالله نقل کردند که هر چی را از زبان من شنیدید که با دیگران موافقه، این من به تقیه گفتم. آقای حسین هدایت شده از بهبهان: آیا شما کتاب نهج البلاغه رو قبول دارید؟ نهج البلاغه بارها دربارش صحبت کردم. نهج البلاغه 400 سال بعد از علی نوشته شده. درش بعضی از کلمات هست که حدود 10% به احتمال قوی مال خود علیه. درش کلماتی هست که زیاده از دوران عباسی، از دوران امویه. ادبا این چیزها را به راحتی میدونن. بله. و تازه در همین نهج البلاغه حرف از توحید هست، حرف از نبوت هست، حرف از معاد هست، از عقاید اهل سنت هست، لیکن از عقاید شیعه هیچی نیست. نه امامت، نه اسمت، نه 12 امامی، هیچ کدوم از عقاید شیعه. حتی راجب وضو یک پاهاتون رو بشورید. و تازه همین نهج البلاغه رو به قول آقای مطهری اولین بار در قرن گذشته محمد عبده مصری چاپش کرد، وقتی که در لبنان در تبعید بود. هر چی را که با دیگران مخالفه، اون در اون تقیه نیست. خب این سخنان در واقع پیروانشونو یا پیروان این باورها رو به طور کلی از اسلام خارج میکنه. اونها رو در ردیف ملحدان و زندیقا قرار میده. برای که اصل و
در مخالفت با مسلمان ها گذاشتن و نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که با کفار موافقت کنند و با مسلمان ها مخالفت. نمونهش هم عراقه. میبینید که چطوری زندگی های قرنهای متمادی به نام تشیع با مردم چطوری بازی کردن. پس آثار شوم این تغییر اینه که مذهب اهل بیت به طور کلی از بین رفت. حتی شیوخ مذهب نمیدونن که قول امام جعفر صادق کدوم یکیه. و اینجاست که برعکس همه مذاهب اسلامی، بلکه یه حزب سیاسی بود نه، برعکس همه مذاهب اسلامی، این سوال من در ایران مطرح کردم، بارها اینجا ذکر کردم در یک جلسه بزرگ بین شیعه و سنی که آقایون، علمای اعلام، علمای ارجمند، هر مذهبی به درجه از تکامل رسیده که آدم آرای اون مذهب از رو کتاباش بشناسه. یعنی الان شما بخوایی مذهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی، اباضی اینا رو بشناسید، بعضی از کتاب ها در داخل مذهب است که اقوال مفتابهی رو در اون کتاب میده، در اون مذهب میده، اقوال راجع در مذهب اینه. این درجه از تکامل رسیده. شما مذهبتون کجاست؟ چرا مذهب جعفری، امامی، اثناعشری یک کتاب مفتابهی نداره؟ بلکه مذهب تو جیب آخونده، تو جیب مرجع، نمیخواد که مفتابهی داشته باشه، میخواد مقلد تو جیب اون باشه، برای که جیبشو لازم داره، عقلشو به دستش میگه برای که جیب اونو لازم داره. و نیست. الان شما مثلا امام جعفر صادق رو بدونی کیه؟ پیش کیه؟ اونی که سیستانی میگه، اونی که خویی میگه، اونی که خمینی میگه. اصلا چه نیازی مرجع هست؟ حق که با گفتن صاحبش نمیمیره که. یعنی سیستانی از امام جعفر صادق بالاتره، خمینی بالاتره. هیچ کن جوابی نداشت، همه سرشون این بازی کردن. صنعت نمیدونم همطور که چیز میشه پیش میره، مذهب اینجوری گفتن نه آقا این قیاس به باطله. مذهب اول کامل بوده، الان داره ناقص میشه. دین از ابتدا کامل بوده، دین پیامبر کامل آورد، هرچی جلوتر بره ناقصتر میشه تا اینکه به طور کلی از بین بره. و قیامت ما وقتی به برپا میشه که در روی زمین یک نفر لا اله الا الله نباشه. تا زمانی که بر روی زمین یک نفر موحد هست قیامت برپا نمیشه. مراجعی که بنده خطرناکترین دزدان جهان اسلام میدونمشون به کسی حساب پس میدن. شما دیدین تا حالا کسی حساب، بلکه اطرافیانشون مثل میشن، مثل بزن، نمیتونن از اون حساب بگیرن اصلا. یا اینکه اون باندها اونا رو میچرخونن، مثل سیستانی. خود این باندها اونا رو میچرخونن. وقتی که امام فوت میکرد منکر وفاتش میشدن تا اینکه این اموال دستشون بمونه، این پولها دستشون بمونه. و همچنان به نام امام غایب خمس بیارن براشون و نهب و سلب، حرام خوری، خالی کردن جیب مردم همچنان ادامه پیدا کنه. قربانی کیه در این مورد؟ قربانی در این زمینه ها همون سادگانی هستن، پیرزنان و پیرمردان و تاجران و مالداران و بازاریانی هستند که مغفلن و از غفلتشون سوء استفاده میکنن، اموالشون رو میدن به این معممان کوردلی که فکر میکنند اینها در راه اهل بیتن و فکر میکنند که اینها نایبان اون امام در جهانند و در جهان اسلامی بخصوص.
ولذا در همین سوره مبارکه میبینیم که راجع به مشرکان چقدر انتقاد میکنه، چطور شمشیر برمیداره، بخصوص مؤمنانی که ایمانشون ایمانه لیکن در تصرفات مشرکان، در عقیده مؤمنان اما در عمل کرد کار عمل مشرکان انجام میدن. این شخصی که مثلا به خاطر ترس از مافوقش، به خاطر ترس از فرماندهش جاسوسی میکنه، عصیان خدا میکنه، نافرمانی خدا میکنه، اگرچه مؤمن باشه اون مشرکه، عقیدش ایمانه، عملکردش عملکرد مشرکینه. کسی که از قبول توحید، از قبول قرآن امتناع میکنه به خاطر ترس از پدرش، از مادرش، از جامعه، چون انسانی عملکردش عملکرد مشرکانه. ولذا قرآن در سوره یوسف در آیه 103 میفرماید جزئی از آیه و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یا در آیه دیگری و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثرشون ایمان نمیارن مگه که مشرکن. اکثر مردم اگر تو حرصم بورزی ایمان نمیارن. بس این دموکراسی پوشالی رو که مردم باش بدبخت کردند، خاک بسر کردند، کشورها رو ویران کردند به نام دموکراسی، اکثر مردم چیه؟ تازه همه اکثریت هم ندارن، دروغ میگن. علامت و نشانی دعوتگر صادق چه در قول چه در عمل اینه که تو رو با بصیرت، با روشنایی، با چراغ قرآن و با چراغ سنت، نه با تبلیغات و هوچی های این و آن که حتی به نام مذهب سنت پیغمبر رو زیر پا بذارن، حتی به نام مذهب نصف بخاری رو که میخوننش زیر پا بذارن. از یه طرف جشن میگیرن به خاطر ختمش، از یه طرف نصفش رو عمل نمیکنن به خاطر مذهب. علامت دعوتگر صادق اینه که انسان با بصیرت، نه با تقلید کورکورانه به سوی خدا دعوت میکنه. و در این داستان همچنان که عرض شد ارزش زبان عربی رو نشون داد، این که ارزش داستان در راهنمایی دیگران، در موعظه دیگران چقدر ارزش داره، چه نقطه مهمی داره. و روی وحدانیت خداوند تکیه میکرد. فعلم انه لا اله الا الله، بدون که معبودی راستین جز خدا نیست. دانستن و حتی از توحید مقدم دانسته، یعنی حتی توحید رو هم بفهم، الکی نگو، کورکورانه نگو. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم. یکی گفت که یوسف بکشید، یه زمین بیندازیدش. این روش ترور، روش تشیع و خوارج که از قدیم تا حال حاضر ادامه داره و همه جباران دنیا، ولی اینها به شکل مذهب درش آوردن، تقدسش دادن. گفتن خب یوسف رو بکشید، بندازیش توی زمین، پدرتون اونو نخواهد دید و تکونو من بعدی قوم صالحین، بعدا شو توبه میکنید، قوم صالحی خواهی شد. مواضع متعدده. خب انسان نشون داده میشه که در این داستان که انسان مجبور نیست، آزاد، خودش اهدافش رو انتخاب میکنه. یکی یه موضع
جنایتکارانه میگیره، یکی یه موضع معتدل میگیره، یکی یه موضع مخالف میگیره. عکس العمل ها در میان بشر متفاوته. همه اینها در این قصه بارزه. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا ومن اتبعنی. بگو این راه منه. اون راه چیه؟ دعوت به امامه، دعوت به امامته، دعوت به پیرپرستیه، دعوت به قبرپرستیه، دعوت به هوهو کردن و هوهو کردنه، دعوت به سینه زدن و زنجیر زدن و نوح خانیه. اینا همش راه های شیطان و ابلیسه و ابلیس های جن و انس. قل هذه سبیلی ادعو الى الله. بگو این راه منه و من به سوی خدا دعوت میکنم. علی بصیره، با روشنی، با بصیرت، من و کسانی که پیرو منند، نه با کورکورانه، نه با تقلید کورکورانه و احمقانه که آقا مولانا چنین گفت تمام شد، مفتی صاحب چنین گفت تمام شد، هو کن هو کن، مست قلندر باش مست قلندر باش. نه خیر. لامپ بخور، نمیدونم عقرب بخور، نه همش راه شیطانیه. لیکن بارزترین نقطه در این داستان اون انسانی بودن این داستانه که حقیقت داره. ولذا شما وقتی داستان یوسف رو میبینید محبت پدری رو درک خواهید کرد. و قال یا اسف علی یوسف و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. گفت که وا اسف من بر یوسف. وقتی اسم یوسف رو گرفت چشماش سفید شد، به گری افتاد. چشماش از بس که غمگین شد سفید شده بود و غمش رو تازه پنهان میکرد. و داستان غم و عشق و کسی نمیدونه مگه که خودش مبتلا بشه. وقتی یه پدر مهربان این داستان رو بخونه، داستان یوسف رو، در واقع درش ذوب میشه، بلکه از عاطفه پدری نسبت فرزند حرف میزنه و عاطفه پدری به بهترین شکلی در این داستان ذکر شده. و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون. پدر به بقیه فرزندان میگه که من میترسم که یوسف رو گرگ بخوره، شما ازش غفلت کنید. یعنی پدر نگرانه، اشتیاق داره، شادمانی داره. وقتی که این مصیبت به سرش اومد و دوباره مدتها گذشت، چشماش با پیرهن یوسف دوباره باز شد. چقدر قصه خورده باشه که چشماش از بین رفته باشه. پدر اینطوریه. مهربانی و محبتی را که خداوند در قلب پدر گذاشته و در قلب مادر، این بیشتر از بقیه مؤمنانه و این تازه در بین انبیا خیلی بیشتره. اینجا حتمیت نصرت و پیروزی خدا در این سوره ذکر میشه. حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. یعنی سرانجام با مؤمنانه. این جزئی از آیه 110 سوره یوسفه. تا اینکه پیغمبران مایوس شدند و گمان کردند که اونها تکذیب میشن، در چون وقتی نصرت ما رسید. شما وقتی این داستانها رو میخونید قلبت مالامال از امید میشه، مالامال از پیروزی خداوند میشه.
مال از اطمینان به خداوند میشه که حتما بندگان صالحش رو پیروز میکنه. حتی دسته اثر رسول، یعنی یأس حتی به پیغمبرانم رسید، در صورتی که پیغمبران آخرین مردمیت که به یأس برسن. و ظنوا انهم قد کذبوا، گمان میکردند که اونها تکذیب شدن، تمام شد، کار تمام شد. جاءهم نصرنا، اون موقع نصرت ما فرا رسید. یعنی چی؟ یعنی نصرت، پیروزی، همه کار دست خداونده. هر کی غیر از این گفته به تون دروغ گفته، چه امام تراش باشه، چه شیخ تراش، پیر تراش، پاتال تراش باشه. جاءهم نصرنا، نصرت ما آمده. اما اینکه سیفی و شیخ سیفی ها بگه که پیغمبر خدا با شمشیر پیغمبر خدا با زورمان کار میکرده، این از کفریات و شتهات کفر آمیز و غلو مشهور صوفیانه. نصرت تنها و تنها دست خداست. جاءهم نصرنا فنجی من نشاء، هر کسی که ما خواستیم نجات داده شد. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اما بأس ما، گرفت ما، مؤاخذه ما از مجرمان دور نمیشه. این کیدکن عظیم، ای زنان که مکرتون بسیار زیاده، بزرگه. در آیه دیگه میفرماد که این کید شیطان کان ضعیفا، در سوره نساء، که کید مکر شیطان، توطئه شیطان، فریب شیطان ضعیفه. شیطان با این همه طغیانش، با این همه سرکشیش، با این همه فریبکاریش، خداوند میگه که مکر شیطان ضعیفه. اما شیطان های انسی، بخصوص زنانی که در راه شیطان برند، خداوند دربارشون فرموده که کیدکن عظیم، شما مکرتون بزرگه، یعنی از مکر شیطان بالاتره. یک زن میتونه 100 تا خانواده رو به هم بزنه. به قول استادمون دکتر درینی میگفت که یک رقاصه میتونه یه شهری رو فاسد کنه. همچنان که مادر، زن اگه به خوبی تربیت بشه، یک نسلی رو میتونه تربیت کنه. هر مرد بزرگی رو شما ببینید، پشت سرش یک زن بزرگ وجود داره، یک مادر بزرگ. و اما زن میتونه بین برادران اختلاف بندازه، بین پدر و فرزند اختلاف بندازه، بین مادر و پدر، بین مادر و فرزندانش، بین پدر و مادر اختلاف بندازه. و اونایی که در دادگستری ها کار میکنن، جنایت ها رو بررسی میکنن، یک قاعده دارن، یک قاعده عجیب و غریبه. میگن شما هر جریمه نگاه کنید، هر جنایتی رو نگاه کنید، پشت سرش یک زنه. نه یک زن اون انجام داده، یعنی علتش یک زن بوده. و این به زن ستیزی تعبیر نشه. مکر خدا، فریب از زن چون ضعیفتره، درش بیشتره. یوسف بهرانی صاحب الهدایق اعتراف میکنه بر این که در احکام دین جز اندکی چیزی نمونده، برای که معلوم است کدوم یکیش به تقیه گفته شده، کدوم یکیش نه. کافی ده خودش در این مورد حیرانه، در چه مورد تغییر رو انجام میدن. خب اخبارشون نشون میده که مرتبط به حالت ضرورت نیست.
یعنی حتی ائمه تقیه میکردن، اگرچه بقیه مردم کسی نبود، بین دوستانشون بودن و کلینی از جلد 1 صفحه 265 و 266 میگه که من پیش ابو عبدالله بودم، یه شخصی از آیه از کتاب خدا سوال کرد، یه جواب بهش داد، دیگری اومد یه جواب دیگه بهش داد. میگه عجب، من قلبم داشتم با کار نیست که پاره میشد. من ابو قتاده که از علمای بزرگ شام، اونا رها کردن در شام که از واو اشباهش اشتباه نمیکرد، اومدن پیش این همه اشتباه میکنه. بعد یه نفر سومی اومد با یه جواب دیگه داد. الان ببین چطوری بازی رو. من الان فهمیدم که این داره تغییر میکنه. بعد این آیه را خوند، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چرا که رسول به شما میگه بگیرید، اون چرا که نهی میکنه ازش دوری کنید. البته این دلیل بر حجیت سنته، نه دلیل بر حجیت سنت ائمه یا غیر ائمه. رسول غیر از دیگرانه. میگه ما اینجا بهش اضافه میکنه اون چیزی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله داده شده به ما هم داده شده. یعنی اون چرا که ما بهتون دستور میدیم شما انجام بدید. ببینید حتی امام جعفر الصادق رضی الله تعالی عنه چگونه مطلبه خودشون قرار دادن که با قرآن داره بازی میکنه. وقتی که آقای ضیاءآبادی توسل به قبرها رو برای پاک شدن افراد میدونه، درست با قرآن مخالفت میکنه. برای که قرآن عبادتها را، نماز و زکات و روزه رو حج و اینها را برای پاک کردن از گناهان بشر قرار داده. توسل قرآنی اینه که خود خداوند مشخص کرده که با چه وسیله‌ای میشه خدا را عبادت نمود. اما توسل شیطانی آخوندی قبر پرستیه که برین سراغ قبرها. در صورتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماند که لعنت خدا بر اون کسانی باد که حتی قبور انبیاشون رو مساجد گرفتن، حتی بر سر قبور انبیا رو نهی کرده. چطور به قبر این و آن؟ اگر به زیارت قبر ائمه کسی پاک میشد، گوش خدمتون جناب، خود پیامبر اسلام حداقل میرفت برای زیارت قبرها، بلکه پیامبر اسلام میفرماند که قبرها را به عنوان عبرت بروید و براشون دعا بکنید. یک مسلمان وقتی برای سر قبر میره، برای اهل مقبره دعا میکنه. اونها نیاز به دعای ما دارند، نیاز به دعای زندگان دارند. برای که انسان از وقتی که مرد عملش انقطع، عملش تمام شد و اونها نیاز، هر انسانی مرده و زنده نیاز به رحمت خداوند داره و لذا نیاز به دعای زندگان داره. و قبر پرستی مصیبت ادیان پیشین بود که در پیش اهل بدعت در امت ما نیز رخنه کرد و یکی از وسایل ویرانگری بزرگ استعمارگران در طول تاریخ بوده. ولذا دو قبری رو که خود رژیم ایران برای سیاست بازی هایش منفجر کردن، آقای بوش فوراً گفت که ما حاضریم اونا رو درست کنیم. اما خودش 100,000 نفر ملت عراق کشته، اونا حاضر نیست ویران بکنه، تعمیر بکنه. اما حاضر دو تا قبری رو که بازی های سیاسی بین خودشون، یکی از اطراف سیاست که ایران باشه، اطلاعاتی ایران باشه، ویران کردن و نوکرانش در راه بگن چی؟ ما درستش میکنیم. و در مقابل
180 خانه خدا را، مساجدی رو که درش خدا عبادت میشه، از مسلمین اهل سنت ویرانشون کردند یا بهشون حمله کردند. خداوند در کتاب پاکش، در قرآن مجیدش، برای همیشه از اونها اعلان رضایت کرد و از مسلمانان آینده بعد از نسل اونها خواست که به نیکویی بعد از پیغمبر از اونها پیروی کنند. المهاجرون والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، که از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکویی از اونا پیروی کردند، یعنی ای مؤمنان تا قیام قیامت به نیکویی از شاگردان محمد، از دست پروردگان محمد علیه السلام پیروی کنید. و از هیچ کسی دیگری، نه از اهل بیت نه از غیر اهل بیت، دستور نداده که از اونا پیروی کنیم، بلکه هم به اهل بیت و هم به غیر اهل بیت در نسل‌های آینده بعد از پیغمبر دستور داده که از مهاجرین انصار در فهم سخنان محمد و سیره محمد پیروی کنید. و نفرین خدا بر اونهایی باد که 12 نفر از آل بیت را به زور امام کردند، زورکی با کلک، با نیرنگ، و این کلک هم منشأش کنیسته، هیچ ربطی به اهل بیت علیهم السلام نداره. این همون هارون بازی ها و هارونی ها بودند که اومدن در داخل اسلام لباس رافضیگری پوشیدند و امامت مطرح کردند. 12 نفر رو خدا کردند و بقیه امت اسلامی رو تکفیر کردند و تا جنگ فرقه‌ای و جنگ مذهبی راه بندازند. و ملایان کوردل مدعی تشیع قربانیان اونها شدند، پرچمدار اونها شدند به خاطر باندبازی سیاسیشون، هم در قدیم و هم در جدید. تمام این مذاهب ضاله و گمراه، چه از جنبش پیغمبر تراشی که در عهد ردت صورت گرفت و چه بعد از اون جنبش امام تراشی، همه اینها منشأ سیاسی داشته، یعنی ریشه در باندهای ضد اسلام داشته، چه در خلال کلیسا، چه در خلال کنیسه، چه در خلال آتشکده. جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس. امروز 5مین جلسه رو روی این موضوع میگذرانیم که چطور کعبه شریف، کعبه معظمه، چطوری محل قیام مردمه، محل قیام سعادتشون، محل قیام زندگیشون، محل برپایی خوشبختیشون در دنیا و در آخرت. در سوره آل عمران میفرماید که و من دخله کان آمنا، هر که داخل این خانه بشه، داخل حرم، یعنی کل مکه، کل مدینه، اینا حرمه، اینجا جای امنه، یعنی اینجا رو امن قرار بدید. حتی اون شخص اگه قاتل باشه، وقتی که اونجا به خانه کعبه رسید باید امنیتش حفظ بشه. ولذا مشرکان مکه در جاهلیت اول، نه در جاهلیت دوم، در جاهلیت دوم آخوندی خون همه مسلمان ها حلاله، به خاطر ناصری بودن و به خاطر سنی بودن و به خاطر وهابی بودن و از این تهمت هایی که از هر طرف دلشون میخواد درست میکنن.
لیکن مشرکان اولیه هنوز عمامه آل بیت سر خود نگذاشته بودند، هنوز این مکر و فریب ها سرشون نزده بود، شیطان یادشون نداده بود، جاهلی بود، مرکب نبود. مثل امروز جاهلیت مرکبه به نام اهل بیت خدا را نعوذ بالله از میدان دور کردن. اونها حرمت کعبه را رعایت میکردن. انسان قاتل پدرش در اونجا میدید، اینجا جای امنه، کاری نداره. یعنی چی؟ یعنی که خداوند مقومات زندگی رو، پایه های اساسی زندگی رو، اون چرا که مفیده بهشون داده، اون چرا که مضر ازشون برطرف کرده. ولذا در حالی که در جاهلیت بودن، سیادت جزیره العرب، مقام دست اونها بود. چرا دست قریش بود، دست بقیه قبایل نبود؟ برای که قریش پردهدار خانه کعبه بودن. و هر کم متعرض قریش که پردهداران خانه کعبه هستن میشد، میتونستن انتقام بگیرن. این چیه؟ این اوج رهبریشونه، اوج سیادته. اگر به زبان امروز بخوایم حرف بزنیم، قریش نقش امریکا را که سازمان ملل درش هست بین پادشاهان جزیره العرب بازی میکرد. ولذا خداوند برشون منت میذاره به خاطر خانه کعبه. اما در جاهلیت دوم که همون پریبکاران هارونی عمامه دین به سر کردن، آخوند میگه که زیارت قبر رضا برابر با 70 حاجی اکبر است. اونجا هم که میرن همش مزاحمت ایجاد میکنن، بمبگذاری شما هیچ مذهبی رو دیده اید جز این سیاه قلبان و مشرک پیشگان که در حرم بمبگذاری بکنن؟ بدین خاطره که امروز ولی فقیه روباه ایران 35 سال تا الان نقشه میکشه که چی؟ که آقا حرمین رو ادارهشو دست بین الملل باشه، دست دولت‌های اسلامی همش باشه. که چی؟ که شرک خانه‌اش کنه، که بره اونجا عکس 12 امام بزنه، همه رو خدا بکنه، خانه کعبه رو پولی بکنه. همچنان که ایران قبرستان پولی شده. ایران قبرستان پولی شده. قبر گیر نمیاد، 2 طبقه 3 طبقه بندید در این سرزمین پهناور. این فرهنگ شرک آلود. و آیت الله عراقی نماینده خامنه ای در لندن سابقا میگفت که ما نمیتونیم بر جهان اسلام مسلط بشیم مگر اینکه بر مکه و مدینه تسلط پیدا کنیم. همه نقشه های اینها اینه. ولذا حوادث جدید اونها رو کشف کرد. انقلاب سوریه، قیام مردم عراق، اهل سنت به خصوص، اینها رو رسوا کرد. هر جا میرن شکست میخورن. منت میذاره، ببین که من به شما سیادت دادم، پردهداری خانه کعبه رو بدید. و خوبی های زندگی رو بهتون دادم، ضررها رو ازتون دور کردم، رزق روزی در این صحرای لمیزرا براتون میاد، کشتی ببخشید قافله ها میاد و شما رو کسی ضرر نمیزنه. همه جا امنیت. اون موقع
همه اینها به خاطر چی قریش به دست آورده بود؟ به خاطر حمایتش از کعبه. قریش جاهلیت کعبه را حمایت میکرد. اما وقتی که ابرهه اومد، خمینی اون زمان، سیستانی اون زمان، خامنه ای اون زمان، خانه کعبه رو ویران کنه. چرا؟ میخواد مردم رو به طرف خودش متوجه کنه. زیارتگاهی خودش درست کرده بود، مثل زیارتگاه کاسبان تشیع امروز. که چرا این زیارتگاه رو این همه بزرگ میکنن؟ میلیون ها انسان میکشند اونجا. دکان باز کردن. او آقا میخواست خانه کعبه رو خراب بکنه. خداوند بر قریش تذکر میده: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ نمیدیدید که خداوند با این فیلداران چیکار کرد؟ چطوری از حرم از خانه کعبه دفاع کرد؟ شما هیچ قدرتی نداشتید. چرا خداوند از این حرمای شرک‌آلود و الکی که آخوندهای مفتخور و مشرک جعل کرده اند یک بار خداوند حفظشون نمیکنه جز در اوهام؟ حتی از انفجارها و بمبارانهای امریکا نمیدونم یا از خودشون بمبایی که خود گذاشتن در امام رضا، چرا این رو یک بار حفظ نکرد؟ لیکن مکر فیلداران اصحاب فیل رو رد کرد. اگر اونا میتونستند خانه کعبه را ویران کنن، در واقع سیادت قریش از بین میره. اما خداوند چی میفرماید؟ فجعلهم کعصف مأکول. اونها رو مثل علف هرزه قرار دادیم. علفی را که لهلورده میشه، حیوان میخوره، بعد پس میده، پس مانده هاش تغییرشو میکنه. بعد راجب خودشون چه میگه؟ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. بهشون منت میذاره. ببین این سفرهای تابستانی زمستانی، یعنی این امنیتی که شما دارید، نیازی که همه قبایل به شما دارن، همه اینا رو برای چی میگه؟ یعنی برای این میگه که ای قریش، دست از شرک بردارید، دست از قبر پرستی بردارید، دست از عبادت و توسل به حضرت لات و حضرت عزا و حضرت هوبل و حضرت منات و غیره بردارید. این حضرات بازی ها رو بردارید. بیت الله الحرام مکانه، همه میدونیم یه مکان خاصیه. خداوند به این اکتفا نکرده. این ترتیب های خدا رو ما حق نداریم به هم بزنیم، هم مثل مشرکان مکه که آقا این حرام اینجا، ما یه حرام دیگه درست کنیم، ماهای حرام اینه، ما ماهای حرام درست کنیم. آخوندهای شیعه همین کارو کردن، با حرم ها همین بازی ها رو در آوردن. اینجا مکان امنیته. گویا کسی در به پناهندگی میره، پناهندگی میگیره. چطوره؟ گویا مسلمان ها میرن اونجا در پناه خدا هستن. دوباره ماهایی رو هم حرام قرار داده. همه اینها برای اینکه زندگی متعادل بشه. و ماهای حرام همچنان که همه یا حداقل اکثر مسلمان ها میدونن 4 ماهن. یک ماهش فرده که رجب باشه و بقیه 3 تاش پشت سر همه که ذوالقاعده و ذوالحج که ماه حج درش هست و محرم. این 3 تا پشت سر همه. هر حادثه ای، هر فعلی نیاز به فاعل داره. هر کاری نیاز به کار کننده داره، انجام دهنده داره. خب اون انجام دهنده، اون فاعل نیاز به چی داره؟ به قدرت های متعدد، به اشیاء متعدد. نیاز به زمانی داره که این فعل رو انجام بده. خداوند زمان رو خلق کرده. اینا یه بوتی رو درست کردن، میگن صاحب الزمان اونه. یه بوتی که اصلا به دنیا نیومده حجت زمانش کردن، صاحب زمانش هم کردن که از بت گوردواره ها و بقیه بت پرستان خیلی خطرناکتره.
بریم جلوتر. هر فعلی نیاز به زمانی داره که باید انجام بشه، در اون زمان. نیاز به مکانی داره که در اون مکان انجام بگیره، این دو. نیاز به سببی داره که چرا این کار رو انجام میده، یه علت باشه، یه سبب باشه، این سه. نیاز به قدرتی داره که بتونه این انجام بده، چهار عنصر. ولذا خداوند میفرماید ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. مؤمنان اینو هر روز در یا هر جمعه حداقل در سوره کهف میخونن، آیه 23 و 24. نگویید فردا من این کار رو انجام میدم مگر اینکه خدا بخواهد. یعنی هر مؤمنی باید این ادب رو رعایت کنه، ادعای خدایی نکنه آقا من فردا این کار رو انجام میدم. تو نه مالک زمان هستید، نه مالک مکان هستید، نه مالک سبب هستید، نه مالک اون قدرت هستید. چطور میتونی فردا این کار رو انجام بدی؟ همه اینا مالکش خداونده. این که دوزان گرفتن، دوزان معمم و غیر معمم، دوزان دینی در کلیسا، در کنیسه، در تکیه، در نمیدونم امامت بازی، این صفات رو گرفتن دادن به بت‌های خودشون یا به خودشون. اینا به خاطر دوریشون از قرآنه و به خاطر خدا نشناسیشونه. ولذا همیشه یک مؤمن راستین، یک مؤمن موحد میگه که اگه خدا بخواد من این کار رو برات انجام میدم، بلکه همه اینها به مشیت خدا بستگی داره. این معنیش این نیست که ما نقشه نکشیم، برنامه نداشته باشیم، لیکن مادامی که به مشیت از مشیت خدا، از خواست خدا کمک میگیریم، اگه انجام نشد ما مسئول نیستیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماد در حدیثی که در مسند احمد رحمه الله هست: من اتى کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که پیش یک ساحر، پیش یک کفبین، پیش یک غیبگو بیاد و اون چرا که او میگه تصدیقش کنه، بر آنچه که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده کافر شده. و من اتا ساحرا فلم یصدق، و کسی پیش ساحری بره، یعنی اصلا پیش ساحر نباید بره، حتی تصدیقش هم نکنه، نماز 40 روزش قبول نمیشه، دعای 40 روزش قبول نمیشه. کسانی میگن آقا عدد 13 مثلا یا فلان رقم، فلان شماره نحسه، اصلا از همین قماشه. ولذا ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. حکم، دستور، فرمان از آن خداونده و بهتون دستور داده که غیر از خدا را عبادت نکنید، غیر از خدا را نخوانید، علی را به جاش نگذارید، یا علی نگید، یا عیسی نگید، یا موسی نگید. ذلك الدین القیم. دین درست و محکم اینه. ولكن اکثر الناس لا يعلمون. لیکن اکثر مردم نمیدونن. دین به معنای خضوعه. انسان جز در برابر خالقش نباید خاضع بشه، جز در برابر کسی که سرنوشت این هستی در دست اوست و اون آفریدگار جهانه. جز به کسی که سرنوشت در دست اوست نباید خاضع بشید، بلکه حکومت، حکم، سلطنت، زندگی، مرگ، رزق، روزی، همه چی تنها در دست اوست. ولذا بهت میگه دین قیم، دین با ارزش، دین محکم اینه و جز او را عبادت نکنید. و وقتی که انسان از سرزنش دیگران نمیترسه، نافرمانی خدا نمیکنه به خاطر فرمان یک مخلوق، خدا باش هست.
و خدا پشتیبانشه. امر الله تعبدو الا ایاه. خداوند به دستور داده که مخلوق رو با خالقی که نکنید. اون مخلوق چه امام باشه، چه پیغمبر باشه، چه فرشته باشه. یکی از علتهایی که قول به مهدویت و مهدیگرایی رو، غیبتگرایی رو رایج کرده این بود که شیعیان میخواستند که یک کیان سیاسی مستقل داشته باشند غیر از دولت اسلامی، ولذا به مسئله امامت زیاد اهمیت میدادند. وقتی که آرزوهاشون برباد رفت و جز از راه اربابان صلیبیشون نتونستن قدرت رو به دست بگیرن، وقتی که آرزوهاشون از بین رفت ناچار شدند که از میدان واقعیت‌های سیاسی خودشون رو کنار بکشن، برن به گرداب‌ها و سرادیب آرزوها و افسانه‌ها، شروع به افسانه تراشیدن برای اینکه پیروان خودشونو از یأس و از ناامیدی باز دارن. حالا برای اینکه امید در نفسشون بتراشن داستان میتراشن، چنین میشه چنان میشه، درست مثل صهیونیستا. و سخن از مهدویت و غیبت در برابر ناامیدی و یأسی است که بین پیروان مدعیان امامت یا امام تراشان در میان افراد ساده رخ میده، برای که این کسب‌های مادی، برای که این پول‌ها، برای که درآمدها همچنان ادامه داشته باشه. این از یک طرف. از طرف دیگه این بدعت‌ها، این حزب بازی‌ها، این باند بازی‌ها، این ولایت تراشی‌ها، این مذهب بازی‌ها در واقع ابزاری بود در دست کسانی که از قالیان که میتونستن آرا و عقاید آبا و اجدادی خودشون رو از ادیان دیگه به وسیله ولایت و مدعیان تشیع در اسلام زنده بکنن. که طالبان با بخشیدن دشمنانشون انظر اخلاقی پوز نیتو و امریکا رو به خاک مالید. شما که ادعای دموکراسی میکنید، ادعای تمدن میکنید، رفتید فرودگاهشون رو خرابه کردید. بگذاریم 20 سال جنایتتون. همینا اومدن میتونستن شما رو کوفته کنن همتونو. اگه طالبان میخواستن با احساسات و عواطف برخورد میکردن، نه با عقل، میتونستن همه سربازان امریکایی و نیتو رو که اونجا هستن همه رو کوفته بکنن، بفرستن شما برا تو مثل ساردین. لیکن این کار رو نکردن. بفرمی بری بیرون. بعد خب اونا بگو میترسیدن. مثلا کسی که 20 سال به جنگه که نمیترسه. و دشمنان داخلیشون 350,000 نفر ارتش کابل رو گرفتن، شهرهای بزرگ گرفتن. میتونستن اینا رو همه رو قیمه بکنند یا نه؟ نه میگن. چون عرض کردم چون این بخششی رو در طول تاریخ بشریت غیر از مقتدای همه من
همه مسلمانان پیامبر اسلام علیه السلام از کس دیگه ندیدیم و نشنیدیم. واسه انسان وقتی از دشمنانش در موضع قدرت میبخشه مثالی میزنه که در دنیا نمونه میشه برای کسی که عقل و چشمش دست خودش باشه. برای احمقانی که توتیواری حرف میزنن اینا هرچی استاد ازل گفت بگو میگویم. برای روشنفکران سرمنقلی و تلویزیون‌های اجاره‌ای وقتی انسان در موضع قدرت و ببخشه بهترین مثال میتونه بزنه. اما انسان هر کی میخواد باشه، هر انسانی، هر موجودی، از انس و جن، از بزرگان و کوچک، شما نمیدونی فردا هستی یا نه؟ پیغمبران نمیدونن، مالک وجودشون در فردا نیستن، اون زمانی که بودن که فردا زنده هستند یا نه، فردا میتونن این کار رو بکنند یا نه. نه مالک زمانن، هر انسانی، نه مالک مکانه، نه مالک سببه برای که ممکنه تغییر کنه، قلبش عوض شه، نه مالک قدرت اون فعله، ممکنه خداوند قبل از اون قدرت ازش بگیره، مریضش کنه. اینه که شما وقتی خواست خدا رو با خواست بشر مبدل میکنید، با خواست علی مبدل میکنید، با خواست پیغمبر مبدل میکنید، با خواست بزرگان مبدل میکنید، در واقع خدا کردن اونها همینه، بت پرستی همینه. و هیچ فرقی هم نمیکنه که بت پرستی به اسم عیسی باشه، به اسم اسلام باشه، به اسم یهودیت باشه، به اسم تشیع باشه، به اسم اهل بیت، هیچ فرقی نمیکنه، آثارش یکیه. مادامی که تو ای انسان تمام این عناصر در اختیارت نیست، این عناصر رو کسی دیگه خلق کرده، تو اینجا مهمان اومدی و گذرام هستی، پس ریسک نکن برای خودت، نگو من فردا این کار رو میکنم. اینو حواله کسی بکن که همه این عناصر رو در اختیارشه، در اشاره انگشتشه به اصطلاح. وقتی شما میگی انشاءالله دیگه دروغگو نمیشید. اما وقتی میگی علی یارت یا هر کس دیگه، هم دروغگوید هم شرک کردید. موضوع امروزمون قیام حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه و حضرت زبیر و حضرت طلحه و همراهانشون بر علیه سبعیه برای خونخواهی عثمان. و هدفشون از این قیام اصلاح خلافت نیست، دنبال خلافت نیستن، دنبال قدرت نیستن هیچ کدومشون. طلحه و زبیر به مکه آمدند و با عایشه رضی الله عنها ملاقات کردند و این اومدنشون تقریبا بعد از 4 ماه از شهید شدن حضرت عثمانه، یعنی در ربیع الاخر سال 36 هجری. اونجا گفتگو رو با ام المؤمنین عایشه صدیقه شروع کردند که باید قیام کرد در مقابل شورشیانی که در مقابل شیعیان و سبعی که اومدن خلیفه برحق مسلمانان رو کشتن. بعد از 4 ماه هنوز اینا قصاص نشدن. اینجا یه فشار روحی بر کل جامعه وارد شده که چرا اولا خودشون جلوی این خونریزی رو نگرفتن، چرا خلیفه مظلومانه کشته شد، خودشون رو متهم میکردن بلکه این کفاره گناهانشون باشه بر حسب قول خودشون و برای کفاره گناهانشون راهی جز قیام و خونخواهی عثمان ندیدن، در صورتی که خود حضرت عثمان دیگران رو از دفاع از خودش نهی کرده بود
و میخواست زندگیش در راه خدا فی سبیل الله بشه و هیچ کسی ازش دفاع نکنه. حضرت عایشه میگفت که عثمان مظلومانه کشته شده، به خدا قسم که من دنبال خونش خواهم رفت. حضرت طلحه میگفت که اگر در دلم چیزی بر عثمان بوده باشه، توبه من اینه که خون من در راه خونخواهی او ریخته بشه، همچنان که در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 1 صفحه 34. حضرت زبیر میگفت که مردم رو به قیام دعوت کنیم تا این خون به هدر نره، برای که اگه این خون هدر بره، این اهانت به شرع خدا و سلطان خدا در میان مردمه. اگر جلوی این خون ریزی گرفته نشه، بعد از این هیچ خلیفه‌ای در امان نخواهد بود. شورشیان شورش میکنند، میان میکشنش. اهل فتنه. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 487. اینه که گروهی از یهودیان، مسلمانان قدیم، وقتی این داستان رو از پیامبر شنیدند، به اسلام قدیم و جدیدشون بازگشتند، فهمیدند که این مرد راست میگه، برای که مطابق با اون چی که در تورات هست بود. ولذا این داستان خودش از دلایل نبوت پیامبر خداست. یک کتابی هست به نام دلائل النبوت نبی، دلائل نبوت پیامبر، از امام بیهقی. خداوند بیهق و ایران و دوباره به راه نبی بازگرداند و از فریب دجالان امام تراش بیرون بیارد. ولذا خداوند میفرماد که نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و این کنت من قبله لمن الغافلین. ما بهترین داستان ها را در این که با آنچه که بهت وحی میکنیم برات ذکر میکنیم در این قرآن، اگرچه از قبل سابقا از غافلان بودید. این که از غافلان بودید یعنی چی؟ بعدا توضیح خواهم داد. از این داستان غافل بودید یا از چی؟ بعدا توضیح میدم. و در نهایت داستان و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون، تو در پیششون نبودید وقتی که تصمیم گرفتند و داشتند توطئه میچیدند. کسی که تو رو به این داستان آگاه کرده، بدون شک تو پیامبر خدا هستی. هر کسی این داستان تاریخ غیبه، انسان نمیتونه تاریخ رو به اثر خودش نقل کنه و خود این داستان دلیل نبوت پیامبر خدا است. امام محمد عبدو خدا رحمتش کنه وقتی در پاریس بود با یکی از مستشرقان گفتگو میکرد. مستشرقان عموما سربازان پیاده نظام استعمار هستند، همیشه همینطوری بوده، غالبا اینجوری بود. این مستشرق از محمد عبدو سوال میکنه که شما در قرآن آیه‌ای دارید ما فرطنا فی الکتاب من شیء. خوب دقت فرمایید، این آیه 38 انعامه. ما در کتاب ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در کتاب، در قرآن از هیچ چیزی کوتاهی نکردیم، یعنی هیچ چیز رو همجور رها نکردیم، یعنی ذکر کردیم، یعنی همه چیز رو ذکر کردیم.
خب بس اجازه به من سوال بکنم. یک گونی آرد چقدر نان ازش پخته میشه مستشره؟ از امام محمد عبدو سوال میکنه. محمد عبدو مستشرق میگه صبر کن. یه نانوار رو صدا میکنه، ازش سوال میکنه که یک گونی آرد چند تا نان درست میشه ازش؟ نانوازش جوابش میده. مستشرق ازش میپرسه که من از تو خواستم که جواب از قرآن بیارید نه از نانوایی. محمد عبدو بهش میگه که قرآنی که این حرف زده که ما فرطنا فی الکتاب میشه، ما هیچ در قرآن کریم از هیچ چیزی فروگذار نکردیم، همین قرآن میگه که فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. چیزی رو که نمیدونید از اهل اختصاص، از اهل ذکر سوال بکنید. اینجا یه نقطه بسیار مهمی وجود داره. خب این نشون میده که محمد عبدو مثل همه دانشمندان اسلامی میدونه که عقل بشری کوچکتر از اینه که همه معلوماتی رو که زندگی لازم داره در یک عقل جمع بشه. ولذا خداوند سبحانه و تعالی استعدادها را، موهبتها را در میان بشر تقسیم کرده تا اینکه هر کسی در میدان خودش برتر از دیگران باشه. یعنی در واقع هر صاحب تخصصی در میدان خودش اهل ذکره. ولذا وقتی مثلا قضیه ارث پیش میاد، باید از یه عالمی سوال کرد که تخصصش میراث باشه. قضیه اقتصاد اسلامی پیش میاد، باید از یه عالمی سوال کرد که تخصصش اقتصاد اسلامی باشه. اینطور نیست که یه نفر همه چیز رو جواب بده، علامه در هم باشه. اونا با این فکری که داشتن میدونستند که آینده خطرناکتر خواهد بود و هر کدوم از خونش میرفت بیرون برای قیام، دیگه توقع نداشت که دوباره بازگرده. ولذا بچه هاشون اونها رو با چنان شیون و زاری ودا میکردند که وقتی که از مکه به طرف بصره خارج شدند که اون روز گریه نامیدند. میگن که از روزی که مسلمان شدند تا اون روز هرگز روزی به اون اندازه که مردم گریه کرده باشند ندیدن. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 487 و همچنین دراسات فی عهد النبوة والخلافة الراشدة الشجاع صفحه 417. مجموعی از عوامل باعث شده بود که بخصوص در مکه مکرمه که مردم در راه یک انتقام گیری حقیقی باشند که به مطلبشون برسند. از جمله این عوامل چی بود؟ این که بنی امیه که در مدینه بودند همه از مدینه اومدند بیرون، اومدند به طرف مکه، در مکه مستقر شدند. این یک عامل بود. دومی که عبدالله بن عامر امیر بصره بود در عهد عثمان بن عفان که شهیدش کرده بودن. ایشون امیر بصره بود، ایشون هم آمده بود مکه، مردم رو تشویق میکرد بر قیام و حتی مقابل مادی میذاشت، هر که قیام کنه مثلا متکافلش هم میشد. از جمله عوامل دیگه این که یعلا بن امیه که از یمن بیرون آمده بود برای کمک به عثمان، اونم رسیده بود به مکه ولی خلیفه کشته شده بود. و یعلا بن امیه هم مال داشت و هم سلاح و هم سواری و همه اینها رو عرضه میکرد برای کمک به
نهضتی که بتونه خون عثمان رو بگیره. خب اینها همه کافی بود که مردم یه دنبال راه حلی باشن برای خون ناحقی که ریخته شده. مادامی که این عوامل هستش. مسئله مهدویت و غیبت آنچون که مدعیانش بهش معتقدن، نه آنچون که هست، نه آنچون که پیامبر بهش اشاره کرد، این دوتا کاملا متفاوتن. اینا رو من قبلا توضیح دادم. به این شکلی که امامیه اثناعشریه بهش معتقده، ریشه در ادیان دیگه داره، در مذاهب دیگه داره و هیچ بعید نیست که پیروان همون ادیان تونسته باشند این تفکر رو در اذهان باندهای مدعی تشیع بکارن. بعضی از مستشرقان میگن که تفکر مهدویت به این شکلی که در میان باندهای مهدی تراش رایجه، بعضی از مستشرقان معتقدند که این ریشش یهودیه، از یهودیت سرایت کرده به تشیع. برای که اونها معتقدند، یهودیان معتقدند که ایلیا به آسمان رفته و دوباره در آخر زمان به زمین باز میگرده. بر حسب رأی این مستشرقان، ایلیا نمونه اول ائمه شیعی است که غایب شدند و مخفی شدند. اینو گولدزهر یهودی که خودش یک مستشرق و یک مستشرق کینه‌توز هم هستش، در کتاب خودش عقیده و شریعه، العقیده و شریعه، صفحه 192 نقل میکنه. لیکن این سخن ایشون کافی نیستش و اینکه تفکر امامت از مهدی گرایی از یهودیت متأثر شده باشه فقط به خاطر این شباهات، این دقیق نیست. بلکه در خود اسلام هم عیسی به آسمان رفته و در آخر زمان باز میگرده. پس این که شیعه بگه که مثلا به آسمان رفته، این اصل این تفکر در اسلام هست، لیکن اون اومده باش بازی کرده. اما بعضی از مستشرقان منکر اصل مهدی هستند. چه دلیل دیگری داشته باشند الان ما در صددش نیستیم. وقتی مسلمان عادی میره حج، فقط این کافیه که بدون حج فرضه و آغاز حج و کیفیت حج بخصوص در اون شروقی انسان اونقدر گیج میشه که میگن که ابن سیرین داشت حج میکرد، یادش رفته بود یه حکمی. گفت که از اینکه سوال کرد این حکمش چیه؟ گفت مگه شما کتاب ابن سیرین نخوندی؟ این حکم. گفت من خودم ابن سیرینم و یادم رفته. شلوغه. خب اما برای یک عامی کافیه که بپرسه که از راهنمای حج، از راهنمای قافله خودش، از مسلمانان، که آقا مراحل حج چطوریه؟ همین کافیه. اونی که تخصص داره
بهش جواب میده. این خودش سوال اهل ذکره، پس سوال اهل ذکر. همچنان که من شما مثلا وقتی بخوام یه خانه رو درست کنیم از مهندس کمک میگیریم، بعد از اینکه همه امکانات رو داریم، چرا؟ چون مهندس اهل ذکر در این مورد تخصصش همینه. مریض میشیم از پزشک سوال میکنیم. خب بگذاریم از عوام فریبی روحانیت های دجال، بخصوص امام تراشان غالی که مورد لعن امام جعفر صادق بودند که او صادق است و مدعیان پیرویش کاذب، که اهل ذکر رو فقط چند نفری از اهل بیت میدونند که خودشون انتخابش کردن، نه همه اهل بیت. تا در پوشش این قلوب ها و این عوام فریبی ها در زیر عبای مقدس اهل بیت همه اسلام را به یهودیت و مسیحیت و زردوشیت مبدل کنند. اینا امتحانات و ابتلاعات و تاریخه. ولی به هر حال علوم زندگی، کنش ها و واکنش ها، عمل کرده ها خیلی خیلی وسیع‌تر از اینه که در یک رأس بگنجه. اون شخص میخواد علامه دهر هم باشه. رضا پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم یک بار مردم گفتند که برای گردافشانی ازش سوال کردن، گفت این چیزی بی نیاز نمیکنه، گردافشانی نخل ها. این کارو نکردن، نخل ها ثمره لازم بار نیاوردن. فرمود که بعدا که این حرفش گفت انتم اعلم امور دنیاکم، شما با امور دنیاتون از من واردترید. من آنچه از خدا میگم اونو عمل کنید. امور دنیا شما از من واردترید، بعضی از امور دنیا رو یعنی. و خداوند اسباب فضلش رو در بین بندگان تقسیم کرده تا به خاطر این نیازی که هر کسی داره همدیگه رو متکامل کنن. این تکامل هم از سر نیاز باشه، نه از سر تکبر و برتری. و اینطوریه که جامعه به همدیگه نیاز خواهد داشت و جامعه پیش خواهد رفت. اگر بگیم این به ابن سبع باز میگرده که خودش یک عالم یهودی بود، یک خاخام بود، این دور از چیز نیست، دور از منطق نیست، اگرچه در آثار ابن سبع تا حالا ما ندیدیم. اما بعضی از شعرای شیعه میگن که موضوع مهدویت از کعب الاحبار یهودی گرفته شده که خودش یهودی بود، بعد اسلام مسلمان شد. و شاعر کیسانیه کثیر بن عزه درباره ابن حنفیه، محمد ابن حنفیه، دقیقا همین میگه: هو المهدی خبرناه کعب ابو اخو الاحبار فی الحق بالخوالی. در دیوان کثیر عزه 157 هستش. این همون مهدی که کعب الاحبار در مدت‌های گذشته ما خبر داده. فان فلوتین میگه که ما غربی ها بخصوص مستشرقان این مسئله مهدویت بسیار روش توجه کردیم، جلب توجه کرده بر ما. بعد اینها رو میچسبونه به یا میکشونه به اسرائیلیات و اونها رو مسئله مهدیگری رو به اصول یهودی و مسیحی نسبت میده. میگه که این پیشگویی ها بیشتر در کتب اسرائیلی هستش، در نزد عرب در آغاز کار اینا وجود نداشت، بلکه از راه یهودیان و مسیحیانی بودن به اونها رسید که مسلمان شده بودن.
فانفلوتین در کتاب خودش السیاده العربیه و اسرائیلیات صفحه 110 اینا رو نقل میکنه. ولی چنین ربطی به و ریشه یابی به یهود و نصارا در این مورد ضعیفه، همچنان که دکتر ناصر الغفاری میگه. بلکه از معجزات پیامبر اسلام اینه که از بسیاری از مطالب غیبی که خداوند به اونو آگاه کرده خبر داده، لیکن اونها بر طبق تفکر مادی خودشون که به غیب ایمان ندارن بر مسائل بررسی میکنن. اندیشه که از دیدی نگاه میکنند که اونا منکر نبوت پیامبر اسلام هستن. لیکن اگر بگیم مهدی گرایی به این معنا که در میان مدعیان مهدویت رایجه به همون سوشیانس باز میگرده، خیلی نزدیکتره به اصول زردشتی، اصول مجوسی باز میگرده، خیلی نزدیکتره. بخصوص که امروز این موضوع در ایران زیاد مطرحه و با تاریخ ایران هم ارتباط داره و زردشتیان هم معتقدند که سوشیانسشون یا مهدی منتظرشون زنده و از فرزندان پشتاس به اسم بهراسپه که بهش افشاسوان گفته میشه، در یک قلعه بزرگیه و که اون قلعه بین خراسان و چینه. اینو تثبیت دلایل نبوه 179 نقل میکنه. اما اینکه زبان اهل جنت عربیه، این در احادیث صحیح ذکر نشده. در احادیث صحیح اینکه قرآن، اینکه اهل جنت به چه زبانی صحبت میکنن ذکر نشده. اما این روایت که عربو به خاطر 3 سال دوست داشته باشی، برای که من عربیم، قرآن عربیه، کلام اهل جنت عربیه، طبرانی اینو نقل کرده در معجم کبیرش و در اوسطش از حضرت ابن عباس. سیوطی در درالمنصور اینو نقل کرده، اما حدیث بسیار بسیار ضعیفه و بعضی از اهل علم مثل ابی حاتم و عقیلی و ابن جوزی اونو موضوع میدونن، کلا دروغش میدونن. هیثمی در مجموع الزوائد اینو آورده. لذا احتجاج به این حدیث درست نیست. و مسلمان باید رسول خدا علیه السلام با عقل خودش از خودش بیشتر دوست داشته باشه، یعنی سخن رسول خدا رو بر فکر خودش مقدم بدونه، از عقل خودش مقدم بدونه، بلکه میدونه که اگه پیامبر خدا نمی بود شیرینی ایمان رو نمیچشید و اندک اندک پیشرفت میکنه و حتی حب عاطفیش هم بر پیامبر خدا صلی الله علیه و بیشتر میشه، به خصوص اگه سیره‌شو بخونه، به خصوص اگر اعمالش انجام بده، به خصوص اگر نوافل رو انجام بده، به خصوص اگر سنت ها رو انجام بده. ولذا میبینیم که عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه خط فاصله بین حب عقلی، محبت عقلی و محبت عاطفی رو بر ما مشخص میکنه. یه مثال دیگه از سیره این شاگرد برجسته پیامبر،
در همین مسئله راجع به حب عقلی و حب عاطفی، وقتی برادرش کشته شد، قاتل برادرش جلوش نشست، یکی از همنشینانش بهش گفت که این قاتل برادرته. عمر گفت که من چیکار کنم؟ وقتی خداوند هدایتش کرده اسلام پذیرفته، من چیکار میتونم بکنم؟ مثل خمینی و خامنه‌ای نبود که قبل از اینکه برسه تو راه، قبل از تو جلسه به جا خودش تو خیابون بگم ماشینش زده، تصادف کرده. 100 تا راه ترور، تاریخ تشیع، تاریخ ترور و قتل و غارته. خوارج هم اینجوری هن، لیکن خوارج واضح هن، ظاهرن. اینا نه، این از خوارج 100 درجه بدترن، از دواعش 1000 درجه بدترن. تلك آیات الکتاب المبین، اینها نشانی های آیه های کتاب روشنه. خداوند میگه کتاب روشنه، کتاب واضحه، کتاب قابل فهمه. خمینی دجال به پیروی از کلینی کلیمی دجال میگه نه، این کتاب قابل فهم نیست. که راست میگوید؟ روحانیت دجال مدعی تشیع راست میگوید یا خدا و رسولش؟ تلک آیات الکتاب المبین، این دلالت بر این میکنه همچنان که استادمون علامه برقعی میفرماید که رحمت خدا بر او باد، که تمام آیات قرآن روشنه، بیانش هم واضحه. پس این ادعای امام تراشانو که قرآن قابل فهم نمیدونند و هر که ادعا کنه قرآن قابل فهمه غرق در جهله، اینا از امام فریبی و کلاشی شونه، از دجالگری شونه. رضا آیت الله برقعی میگه من یه دفعه رفتم کتابخونه آقای گلپایگانی، بر سر یک آیه جدالمون شد. گفتم خب آقا قرآن بیاری، قرآن اینه میگه. شادمون فبشر عباد الذین یستمعون القول، گفت دیگران، بعضیا گفتن نه عبادیه، شاید در میان مردم بعضی مردم اینطوری که عبادیه اینطوری نیست، عباد الذین بدون یا. گفتم آقا قرآن بیاری. کتابخونه به این بزرگی که قرآن نداشتن. امروز مجتهد دجال مدعی تشیع ادعا میکنه که اصلا انسان میتونه به اجتهاد برسه بدون قرآن. چه جنگی بالاتر با قرآن از این اندیشه هایی که در لباس تشیع به خورد شیعیان داده‌اند. ان انزلناه قرآنا عربیا، ما این کتاب و قرآن عربی نازل کردیم. حتما زبان عربی ویژگی هایی داشته که آخرین کتابی به زبانش نازل کرده و یک ویژگی هایی داره که از مترقی ترین زبان های انسانیه. استادمون دکتر علی مصری که در سالهای 79 میلادی تدریسمون میکرد در دانشگاه اسلامی مدینه، خدا رحمتش کنه اگر فوت کرده، میگه کلیله و دمنه، خود ایشون دکترای زبان عربی بود، مرد بسیار خوبی بود رحمه الله. خداوند مردگان واحد ما و شما را رحمت کند. کلیله و دمنه میگفت 3 جلده، ترجمهش به ایتالیایی شده 21 جلد. خب عربی اگرچه الان به خاطر اینکه خود عرب به ضعف رفتن، اون شأن و منزلت سابق رو نداره در میان بشر یعنی، لیکن به اعتراف زبانشناسان غیر عرب، زبان عربی از وسیع ترین زبانهای انسانی است و از مترقی ترینشون. بعضی از ویژگی های این زبان چیه؟
اولا قهرمان دوم اسلام امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه میفرماد که تعلموا العربیه فانها من الدین، عربی رو به خوبی بیاموزید که از دینه. ورزه در مدارس دینی غیر عرب تعلیم زبان عربی اگه بگم از مدارس عرب بیشتر نیست کمتر نیست. به خاطر دینه. چرا عربی یاد میگیرن؟ به خاطر دینه. و به قول استادمون دکتر فتحی درینی که 4 تا دکترا داشت و 7 تا فوق لیسانس، یکی از دکتراهاش هم در زبان عربی بود، میگفت کسی انسان زبان عربی رو یاد بگیره، قواعد زبان عربی رو یاد بگیره، انسان رو از منطق ارسطویی بی‌نیاز میکنه، بلکه خود قواعدش اینطوریه. اگرچه خود منطق همچون که منطق قواعد فکر کردنه، همچون که شیخ الاسلام ابن تیمیه میفرماید رحمت الله علیه لا يحتاج الیه اللبیب ولا يستفید منه البلید. انسان دانا بهش نیازی نداره به منطق، میدونه چطوری فکر کنه. انسان کودن ازش سودی نمیبره. بعضی از زبانشناسان زبانهای انسانی رو به 3 قسمت تقسیم میکنن. یه زبانهایی که معزولن، منعزلن. یه زبانهایی که الحاقیان، مثل کپی پیست میکنن میچسبونن. یه زبانهایی که تحلیلی هن. زبانهای معزول و منعزل شبیه زبان چینی هاست مثلا، یعنی کلمه به هیچ عنوان تبدیل و تغییر درش راهی نیست، هیچ چیزی بهش اضافه نمیشه، صرف نمیشه، فعل نداره، فاعل نداره، اسم فاعل نداره، فعل مضارع نداره، فعل امر نداره، مصدر نداره، صفت مشابهه نداره، اسم مکان نداره، اسم زمان نداره، همین کلمه رو تمام شده رفت. اینا زبان ملت های قدیمه، ابتدایی. احتمالا زبان چین از این زبان ها باشه. یه نوع دیگه زبان ها هست که زبان های الحاقیه، از جمله زبان ژاپنی، زبان ترکی. یعنی شما یک حرفی رو اضافه میکنید معنا تغییر میکنه. مثلا ادب سیس، عقل یخت. عقل یخت یعنی چی؟ عقل همون عقل، یخت اضافه میکنه نیست یا هست. مقصودی که بهش حرفی رو بهش اضافه میکنی معنی عوض میشه. اما زبان عربی و بعضی زبانهای تحلیلی که از پیشرفته ترین زبانهای انسانی هستند، مثلا شما نگاه کنید عرفه شناخت، فعل ماضیه، ماده یکی عین را فا، فعل عرفه. خب یعرف میشناسد، مضارع. اعرف بشناس، امر. عرفه فعل مزیده. قطع و قطع، کسر و کسر و کسر و هكذا. یک فعل مثلا وزن داره، فعل وزن دیگه داره، تفاعل وزن دیگه داره، فاعل و هكذا. کاتب، راسل، قاوم. قاوم اصلا درش مشارکت هست. و یعنی یک کلمه رو شما میبینید که فعل ماضی هست، فعل مضارع هست، یک کلمه مزید ثلاثی هست، مثلا مزید ثلاثی با یک حرف، مثل فعل، با 2 حرف تفاعل، با 3 حرف استفعل. اسم فاعل هست عارف، اسم مفعول هست معروف، اسم آله، اسم تفضیل، اسم زمان، اسم مکان، صفت مشبهه برای اسم فاعل. همه اینها رو مشتق از یک ماده عرفه و هكذا قیاس کن بر بقیه.
این غنای عظیم و در این زبان دشمنانش که معمولا پانقومی های هر قومی میگن که این زبان مثل سرطان منتشر میشه. آقا این غنای لغاته. من تعجب کردم آقای دکتر انقطاع این حرف زد، خیلی تعجب کردم. آقای مشیری مثلا این تعصب نداره، اگرچه خودش اسلام ستیزه، لیکن این تعصب راجع به زبان نداره. اما زبان عربی یک امتیاز دیگه داره که زبان تحلیلیه، یعنی این با صرفی که داره. مثلا شما در زبان انگلیسی کتاب میگه بوک، تموم شد. میزو میگه تیبل، تموم شد. نوشتن میگه رایت. خب اما در زبان عربی همین کتاب کتابه، مکتب کتاب و کتبه یه دنیای ماضیش، مضارعش، امرش، اینو همه از یک خانواده هستن. نمیخوام الان سرتون درد بیارم به خاطر تفصیلات موضوع، لیکن اینو میخوام عرض کنم که وقتی خداوند سبحانه و تعالی آخرین کتابشو به زبان عربی نازل کرده، معنیش اینه که زبان عربی ویژگی هایی داره که اونو از بالاترین و مترقی ترین زبان های انسانی قرار داده. این نکته دومو آقای پورپیرار ثابت کرده که اگر قرآن نمی بود ما امروز زبانی به زبان شیرین فارسی نمی داشتیم. همون زبان میخی قدیم بود.